تماشاگر متعصبی که عشقش به محرم نویدکیا باعث شد این اظهار نظر رو داشته باشه. او هیچ کس جز کاپیتانشون رو قبول نداره، حتی پائولو مالدینیو. من میگم وقتی که سپاهانی اصفهان هست چرا میرن میلان رو دعوت میکنن؟ پیرانی کی بود؟ مالدینی ارزشش کمتره از پیرانی نویدکیا، درسته؟ یعنی مالدینی پایین‌تر از نویدکیا 100%. چرا؟ خب برای اینکه بابا ما هتریک کردیم، هتریک. بعضی از هواداره قدیمی سپاهان هم با گرم کردن صداشون و خوندن شعر خودشونو آماده این بازی میکردن. اسطوره فوتبال ایران، اسطوره فوتبال ایران، لوئیس فیگوی کل ایران، لوئیس فیگوی کل ایران، دوست داریم ای نویدکیا، دوست داریم ای نویدکیا. این یکی میگه کلی پیاده اومده فولاد شهر و دوستش علت موهای دخترونه که رو سرش گذاشته رو اینگونه توضیح میده. این مال 5 سال پیشه. تیم ورزشگاه ما پیاده اومدیم 12 نفر اومدیم اینجا، اومدیم به اون تشویق پا 12 تا اینا دادن. الان چه جنسش چیه؟ عشق زن و مرد طرفدار سپاهانن، زن و مرد اصفهان. بعضی کاشون به عشق سپاهان همه بازی‌ها پیاده میان. صبح افتاده. به خدا اگه راست میگم. ساندویچ نهار صبحونه مونه. فقط به عشق سپاهان. اختلاف